واقعا مأموریت اصلیش انجام نمیداده. چرا انجام نمیداده؟ به خاطر که مشکلاتی داشته. حالا من نمیخوام الان وارد اون حوزه بشم. به هر حال ما فکر میکنیم اتفاقا به همین دلایل نشون میده که ما نیاز به یک خانه تکانی و یک تغییر شرایط داریم. به هر حال بیان به ما کمک کنن، همه صنوف وارد شد. من همینجا از جناب آقای درویش عزیز که بالاخره ما سالها با هم دوست بودیم، الان هم ان شاءالله با هم دوست هستیم و عزیزان دیگه که هستن بیان کمک کنن، به جای که واقعا بعضیا شنیده میشه خب حالا بیانیه میخوام بدن، نمیدونم ارتباط بگیرن. البته اشکالی نداره، یعنی ما هم مانع نیستیم، حتی من هم موافقم که اتفاقا جلسات گذاشته بشه، گفتگو بشه، بحث بشه، حالا سایت‌ها، روزنامه‌ها، تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی ما منعی نداریم. یعنی اونا میتونن چاپ کنن. بله به هر حال ما این آمادگی داریم. الان هم میگم ما فصل جدیدی آغاز شده، واقعا دوره جدید داره شروع میشه، بیان کمک کنن. ولی خب به هر حال امیدواریم که یه مقدار همین که ایشون اشاره کردن، البته ایشون منو متهم کردن به سیاسی ترین به هر حال مدیریت سینمایی، ولی بعداً اثبات خواهم کرد بنده که در یک جلسه کارشناسی که اتفاقا بنده از همه مدیران قبلی زمینی که براشون احترام میذارم واقعا سعی کردیم که از سیاست بدور باشیم. بنده وقتی که فیلم های احمدی نژاد رو میساختن، فیلم اولشون رو در سال 84، ابتدای فیلم یک نرشه داشتم با صدای خودم که گفتم که حوزه فرهنگ فراتر از اونه که در زیر جریانات سیاسی قرار بگیره، بلکه این جریانات سیاسی هستن که باید از حوزه فرهنگ سرمشق رفتار و الگو بگیرن. من یک توضیح بدم خدمت شما که این یک فرایند طولانی داشته. یعنی مدت‌ها قبل در شورای فرهنگ عمومی کشور این بحث مطرح شد که اساسنامه‌ای که شورای فرهنگ عمومی تصویب کرده برای خانه سینما به این اساسنامه عمل نشده و تغییرات متعددی داشته. لذا دبیر شورای فرهنگ عمومی با دوستان تماس گرفتند که شما این رو بالاخره چیکار میخواید بکنید؟ اگر تغییری هست بیاد پیشنهاد داده بشه، اصلاح صورت بگیره. ولی خب قبول نکردند و حتی مصاحبه کردند و گفتند که ما مجمع عمومی داریم، مجمع عمومی تصمیم میگیره. همین امشب هم در صحبت‌های جناب آقای درویش این بود که مجمع عمومی بالاترین مرجع رکن هست و تصمیم میگیره، در حالی که خب بالاخره وقتی که شورای انقلاب فرهنگی این مأموریت رو به شورای فرهنگ عمومی سپرده و اون اساسنامه تصویب کرده و در نهایت گفته هر گونه تغییر مجدد باید بیاد در این شورا. این شورا هم متشکل از همه دستگاه‌های فرهنگی کشور هست، همه نهادها، حتی اشخاص حقیقی حدود 28 نفر عضو داره و در چندی قبل هم که جلسه تشکیل شد به اتفاق گفتند که این تغییرات مبنای قانونی نداره، بنابراین خانه سینمای فعلی یعنی دستاندرکاران فعلی اینها از نظر قانونی پایگاهی ندارند و مبنای کارشون نداره. این که الان در صحبت‌های امشب یه مقدار با شتاب دوستان مطالبی رو نسبت دادند و حرفایی گفتند که زیبنده نبود. به هر حال خوبه که مقدار با دقت بیشتری این مسائل گفته بشه. گفتند که من در صحبتم گفتم به نام خدا رو حذف کردند. اصلا چنین چیزی نبوده. بله گفتم که التزام به قانون اساسی رو حذف کردند و همینطور تغییراتی که بیانگر ارزشی بودن این مجموعه باید باشه اونها به تدریج حذف شده و اینکه ادعا شد که حرفای اینها در جای درج نمیشه. الان در روزنامه شرق، در خبر آنلاین، در سایت‌های مختلف خبرگزاری‌ها، حتی در خبرگزاری دولت یعنی در خبرگزاری ایرنا شما ببینید که اطلاعیه‌های اینها منعکس شده و در همه جاهای مختلف. اینطور نیست که بحثی نباشه از اونها و لذا این که بخوان توجیه کنند موضع‌گیری صدای آمریکا و تلویزیون آمریکا، BBC و رادیو صهیونیستی رو که علیه نظام جمهوری اسلامی هستند و به گونه‌ای جلوه بدن که انگار در کشور یک فضای بسته‌ای وجود داره که حرفا منعکس نمیشه، نه همگان میان و مباحث خودشون رو بیان میکنند و یا اینکه در پناه صنف‌ها بیان و بگن که ما 5000 نفر هستیم و انگار که ما مخالف فعالیت‌های صنفی هستیم. نه، ما طرفدار فعالیت‌های صنفی هستیم و حتما باید همکاری وجود داشته باشه. اما بحث ما این که قانونگرایی بالاخره خود آقایون هم قبول دارند و اینکه الان طرفدار گفتگو شدند خب خیلی برای ما عجیبه. یعنی الان بیش از 2 سال بنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم، حالا مثلا امثال آقای درویش و یا دیگرانی که بحث گفتگو رو مطرح میکنند که
در طول این 2 سال اصلا این مسائل مطرح نبوده. شما دیدار نداشتین باید مدیر خانه سینما قبل از این اتفاقات؟ اصلا دیدارهایی داشتید شما آقای حسینی با بله، اون اوایل جلساتی داشتیم، ولی خب به هر حال اینها به هر دلیل، حالا به خاطر مواضع سیاسی بوده، به هر جهتی، چون اینها بعضیاشون همین آقایونی که الان ادعاهایی دارند، اینها در همون داستان انتخابات سال 88 و در ماجرای فتنه بالاخره بعضیاشون از کسانی بودند که در ستاد سران فتنه بودند. حالا ما نمیخوایم بحث‌های سیاسی رو مطرح کنیم، ولی بالاخره اینها موضع داشتند از اول و نمیخواستند که این کار و معاونت سینمای جدید کارش رو به خوبی انجام بده و از این جهت الان هم که تابع قانون هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس اختیارات خودش یک حکمی رو صادر کرده. اینها هم به دیوان عدالت شکایت کردند، بنابراین در دیوان عدالت مطرح میشه و دیگه هیاهو، جنجال، تحریک افراد نداره و برند بر اساس قانون تمکین کنند و کسی هم مخالف سینما نیست. الان طوری مطرح میکنند که انگار ما مخالف سینما هستیم، بله ما مخالف ابتذال در سینما هستیم، از اینکه پیرو برنامه‌های دیگران باشیم. نه، ما یک سینمای نجیب، اصیل و خوب داریم، باید ازش تقویت کنیم، حمایت کنیم و اصلا تأسیس شورای عالی سینما، سازمان سینمایی به خاطر همین است که سینما تقویت بشه. از جهت حمایت‌های شغلی هم ما صندوق حمایت رو تقویت کردیم. خانه سینما هم افراد رو ارجاع میده به صندوق تا کنون، یعنی بیمه تکمیلی، وام، هر مشکلی دارن صندوق حمایت از خبرنگاران و هنرمندان داره این کار رو انجام میده. بنابراین اینطور نیست که ما مخالف صنف باشیم، که ما میگیم که صنف‌ها باید نقش واقعی داشته باشند، خودشون انتخاب کنند. چطوره که الان در بحث مطبوعات وقتی یک نماینده میخوان انتخاب کنند برای هیئت نظارت، اعلام عمومی کنیم، مدیران مسئول روزنامه‌ها جمع میشن و نشریات و خودشون انتخاب میکنن مستقیم. اینکه 2 مرحله‌ای بشه، عده محدودی بیان بنشینند و به نمایندگی از کل این جامعه بخوان تصمیم بگیرند، این خب خلاف اساسنامه هست. از این جهت این اشکالات مطرح من بوده. یک سوالی بکنم آقای حسینی، الان شما گفتین دوستان به دیوان عدالت اداری شکایت کردن، تا موقع دیوان عدالت رأی نده شما انحلال رو به عقب میندازین؟ حالا این رو دیگه باید تصمیم گرفته بشه. به هر حال از نظر ما کار تمام شده هست. بله. اونها شکایتی دارند، باید طبق قانون، خودشون هم اعلام کردند، خود دوستان هم اعلام کردن که ما تمکین میکنیم در مقابل قانون. قانون هم این رو میگه و بالاخره باید اگر دیوان عدالت رأی دیگه داشت اون بحث فرق میکنه. این که ما بیایم بحث بکنیم از رئیس جمهور، از رئیس قوه قضاییه، مجلس و به نوعی بخواد مظنون نمایی بشه و در این حال هم که ما دعوت میکنیم به گفتگو، به آرامش در کلام و در سخنان، بالاخره اهانت باشه، تعبیرهای آنچنانی باشه، اینها زیبنده و شایسته نیست. شما ببینید اعلام کردن که این که وزیر گفته کذب هست، التزام به قانون اساسی رو حذف نکردیم، بعد 2 مرتبه عدول کردند، یعنی بلافاصله. نشون میده که بالاخره دقت کافی وجود نداره و یا بعضی از اغراض هست که این گونه در مقابل افکار عمومی میخوان فضا سازی کنند و ما انتظار داریم که دوستان دقت بیشتری در بیاناتشون و در صحبتاشون باشه. بحث ما اینه که فعالیت صنف‌ها باید قانونمند باشه. هر صنفی تحت نظارت وزارتخونه مربوطه خودش است. کارگری به همین صورت، دانشجویی، استادی، نمیدونم کارمندی، هر صنفی باید بالاخره یک نظارتی باشه به خاطر اینکه حق اون صنف تضییع نشه. بله. ما الان اطلاع نداریم در خانه سینما که رأی گیری میکنند هیچ ناظری وجود نداره. یعنی همین انتخاب اخیر هیئت مدیره چه کسی حضور داشته غیر از خودشون؟ آیا چه نوع رأیگیری انجام شده؟ حتی احزاب سیاسی هم بالاخره یک نماینده از وزارت کشور حضور داره و نظارت میکنه. اصلا در صنف‌ها کسی که میخواد بیاد کاندیدا بشه باید واجد شرایطی باشه، صلاحیت‌هایی داشته باشه، یک مرجع، یک جایی باید تعیین میکنه. بله، میخوان یک تشکل سیاسی تشکیل بدن، برند از وزارت کشور مجوز بگیرن و کارشون انجام بدن. اما اگر تشکل صنفی هست، یک تشکل سینمایی، حتما باید بیاد از هیئت نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی مجوز بگیره. اینکه اساسنامه با تایید شورای فرهنگ عمومی بوده کافی نیست، میبایست مجوز از این مرکز هم گرفته بشه. لذا اشکالات فراوانی هست که حالا من نمیخوام وقت بینندگان عزیز رو بگیرم، چون گفتن هفته آینده برنامه ندارید. من ناچار امشب این پاسخ رو گفتم بدم. فکر میکنم هرچه محیط آرامتر باشه بهتر ما میتونیم به جنبندی برسیم و حالا که به هر حال همگان اعتراف دارن تخلفاتی وجود داشته،
در مقابل قانون تواضع به خرج بدیم و همکاری کنیم که در آینده از این تجربیات استفاده بشه و صنوف فعالتر همکار وزارت فرهنگ باشن. یه تشکرم از آقای شمقدری دارم بابت فیلم روز رستاخیز که به هر حال تشویق کردن بنده رو و فرمودن که من 4-5 سال درگیر بودن ما عضو خانه سینما هستیم و ارتباطمون با خانمون هر جای دنیا باشه قطع نمیشه. از همونطور که ایشون هم سفرها و گرفتاری‌های زیادی دارن و مسئولین کشور، وزیر محترم ارشاد اسلامی، عرض کنم که به هر حال ارتباط قطع نمیشه و من اطلاع دارم اساسنامه همین الان جلوی بنده هم هست. عرض به خدمتتون که در مورد التزام و مسائلی که هست من پیشنهاد میدم آقای جیرانی در یک برنامه مشترک که نماینده خانه سینما باشه و نماینده معاونت سینمایی یا وزارت ارشاد یا وکیل در واقع هر دو طرف توی برنامه زنده اینها مطرح بشه. از به خدمتتون در مورد تأسیس خانه سینما فرمودن آقای جیرانی، ما میدونیم که هر تشکیلات مردم نهادی بخواد به وجود بیاد باید یک تشکیلات رسمی این رو به راه بیاندازه، امنایی رو انتخاب میکنه و کار رو به امنا میسپره. درسته شما هر نهادی رو در کشور نگاه بکنید ابتدا دایره و نهاد به اصطلاح مخصوص اون تشکیلات در دولت یا هر سازمان رسمی اون رو راه اندازی میکنه میسپره دست هیئت امنا هستن که دیگه در واقع اساسنامه رو تنظیم میکنن، میبرن ثبت میکنن و قانونیش میکنن و آیین‌نامه‌های داخلی رو مینویسن. این روالی است که در همه جا هست. در خانه سینما، در تأسیس خانه سینما هم این رعایت شد. علت زشت نشان دادن عرض کنم و این حرکت زشت عرض کنم که دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن این هستش که رفتار ما در داخل این در واقع جسارت رو به اونا میده که جسارت بکنن به نمادهای فرهنگی ما. ما انتظار داریم که وزیر ارشادمون در واقع بدرخشه بر تارک فرهنگ کشور. ما انتظار نداریم وقتی شرایط انحلال خانه سینما پیش بیاد سایت ها و بسیاری از خبرگزاری ها گوششون نشنیده بشه برای درج سخنان سینماگران عضو خانه سینما. در این 2 روزی که در واقع این ماجرا شدت گرفته اکثر سایت های داخلی از جمله مطلبی که خود بنده داشتم منتشر نمی کنن و میگن به ما دستور دادن که انتشار پیدا نکنه. حرفهای درد دل اعضای خانه سینما و خب معلومه وقتی که ما در داخل درج نمی کنیم دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه سوء استفاده میکنن. ما یه حرف معمولی آقای خمسه، آقای کیانیان، آقای انتظامی، آقای رشیدی، خب اینا همه حرف زدن، اینجا منعکس نشده و الان برید در سایت‌های بیگانه ببینید چقدر خوب درج شده. این که دلیل نمیشه آقای شمقدری عزیز. ما باید تلاش بکنیم، حضور پیدا بکنیم، کار بکنیم، زیرساخت‌ها رو به وجود بیاریم، امید و اخلاق و آگاهی رو به وجود بیاریم که الان شعار جشنواره فیلم فجر شماست. آقای شمقدری عزیز ما نمیتونیم با بخشنامه و زدن و گرفتن این کارا رو انجام بدیم که من حرفم اینه آقای شمقدری یا گفتگو کنید یا این انحلال رو به همون من توصیه برادرانه من به شماست یا همون شکایت قبلیتون رو در قوه قضاییه دنبال بکنید. اینجوری جو کشور رو فضای ذهنی نمایندگان محترم ملت رو در خانه ملت و در جاهای دیگه اینجوری چیز نکنیم، ملکوک نکنیم اون تصویر و انتظاری که مقام معظم رهبری سینمای ایران رو به عنوان سینمای نجیب مطرح کردن. مگه نکردن آقا؟ مگه در حضور شما نبود این سخن ایشون؟ چطور شد شما به عنوان مدیر اجرایی کشور سینمای نجیب ایران رو اینجوری با رفتارهایی که به نظر من اتفاقا من اعتقاد دارم که چطور شما پشت مسائل سیاسی و متهم کردن خانه سینما به مسائل سیاسی، من اعتقاد دارم شما سیاسی ترین رفتار رو دارید میکنید